عشقم پیامی چیزی برای بینندگان گرامی بابت اینکه ایمون داری. نخند، صحبت کن. دوستتون داریم آقا. خواستیم یه کلیپ بگیریم بذاریم برای شما، ازتون تشکر کنیم بابت اینکه ما رو حمایت میکنید، فالو میکنید، شریت میکنید، پستامون رو ذخیره میکنید. ازتون خواهش میکنم که حمایت کنید ما رو. ما یه زوجی هستیم مثل این زوج که بچه دار نشدیم. یه درد بزرگی تو دلمونه و یه سری ها میان پا رو این درده میذارن. ازتون خواهش میکنم که پاتون رو تو کفش ما نکنید، در مورد ما صحبت نکنید، قضاوت نکنید. اجازه بدید همون جور که من و همسرم با هم خوشبخت داریم زندگی میکنیم، حالا با این حیوونا که ما اسمشون گذاشتیم بچه هامون، اینا بچه های ما هست و ما لذت میبریم. شما هم اجازه بدید که زندگی ما همینجوری رو روال باشه، بره جلو. شما بیشترین کاری که میتونید بکنید اینه که همسرم خود قایم نکنید. بیشترین کاری که میتونید بکنید من و همسرم رو فالو کنید، فالو داشته باشید، شریت کنید، پخش کنید تا ما جهانی شیم. بلکه عاشق همتونم، دوستتون دارم. یا